چرا به عقیده شما 90 یا 80% امامهای دنیا کافرند و عقیده شما حق و صالح، یعنی عقیده ایشان نوریدین، یعنی باز محمد خوابلوس، زاکر نایک، شما همین عقیده رو 1 یا 2 سال پیش دعوت رو سر کردید هم خیر یا بیشتر بود دعوت؟ سوال با پدرسون که جواب بدم. با خب تو چی فرق داره که یک 2 سال پیش و 10 سال پیش؟ بله. خب 1 یا 2 سال بود دعوتتون. از جنوبی که من میدونم اونها بین هم سیاست داشتن. допустим حاجی میرزا با زاکر نایک سیاست داشتن که میگفتن که حق رو توحید رو چی میگم قطعا تخدم باز نمیفهم چی گفتی استفاده است چه بازی وقت نداریم یک عقیدهشون موقع نادرست. خب چی عقیدشون عقیدهشون هم گپ میگیم از هوا از آسمون بعد یک بسوی موقع ناحق بسوی شرکی دعوت میکنن. میگه بله بسوی شرک دعوت میکنن. همه اینها پیش از 3 سال پیش 4 سال پیش نخود یگان کس حق گوی نبرامدن که شما که مثال 10 سال پیش همین بسوی توحید بسوی حق دعوت کنن. چرا شما با وظیفه برای خود گرفتید که این 1 سال پیش یا 2 سال پیش دعوت کردید؟ بارك الله چرا فيك. پیشتر همه اهل توحید بارك الله فيك اهل میگه. توحید؟ گپ اینجاست. اولا اون چیزی که تو خودت در حق بنده میگویی که 1 سال یا 2 سال پیش دعوت رو شروع کرده خطا است، غلط است. این فهم خیلی که خودت گفتی تا جایی که من میدونم. بله تو همین چیزی که میدونی به سر آدم ها آوردن نزن. مشکلی شما چی است میدونی؟ یک چیزی که خودتون نو فهمیده ایستادین آورده به سر مردم بار کردنی میشه. ما دعوت تسجیلی دعوت فقط هم دعوت تسجیلی هم باید 11 سال شده است. از سال 2014 آنشو بله اولی سال 2014 شروع کردیم. 11 سال این سال 11 سال است که همین درس ها رو تسجیل کردن، سوال و جواب، بحث و مناظره رفته شده است. اما دعوتی که بدون تسجیل در معرکه ها، در پوی ها، در مسجد ها در تاجیکستان میکردیم، این از سالی خیلی پیش است. از سال 2005 است. به هر کسی که از همین منطقه ما هست از این چیز آگاهی دارد. بحث و مناظره که بر حافظه ها میکردیم خیلی هم به اونها شدید میگرفتیم، این از سالهای خیلی پیش است. از سال 2006-7 است. برای همین این چیزی که شما فهمیده ایستادید که 2 سال است، این به نظر خود شما است که 2 سال است. بله شما 2 سال باز از ما باخبر شدید، لیکن دعوت ما قریب 20 سال است. اگر از اول دعوت از اول مبارزه بر حافظه ها شروع کنیم، دعوتی برادرها را شروع بکنیم، انا همچین است. و اولین وقتی که ما به مدینه منوره آمدیم و دعوت تحصیل رو شروع کردیم، از همون وقت ما هم دعوت میکردیم. هم هر سه بهار تویستون میرفتیم، در مسجد ها در تویستون درس میدادیم، کتاب های عقیده وی را درس میدادیم، بحث و مناظره ها بر حافظه ها به حزبی ها در همون وقت میکرد. این چیزی نو نیست. همه برادرهایی که مرا میشناسند میدونند قطعی ما نشستگیم از بحث و مناظره ها باخبر. لیکن بعض انسان ها نو رسیده شده است، انشالله باز میرسه. برای این چیزی نو نیست که ما 1-2 سال به پیدا شده باشیم و حاجی میرزا را 2 سال به یگان حکم کرده باشیم. اما مسئله دیگر، اما یک نفر نو براید، یک انسانی نو براید و یک انسانی 10 سال 20 سال خدمت کرده رو در اساس قرآن و سنت، در اساس جهل، در اساس احمقی و بی‌ادبی نه، در اساس قرآن و سنت و در اساس فهم سلف این امت، صحابه، تابعین، تبع تابعین رضی الله عنهم اجمعین، خطاگی کسی رو بگوید، کفر کسی رو بگوید یا کسی رو گمراه و ضال و تکفیر بکند، نو برآمد یا کهنه برآمد مهم نه، مهم دلیل است، مهم قرآن است، مهم سنت است. عیناً همین سخن شما را به بالای پیامبرم گفته بودند. به بالای پیامبرم گفته بودند که تا انا همین روز هیچ کس پیامبر نشد، هیچ کس دین ما را، قریش را انکار نکرد، ما را مشرک نگفته که تو آمدی، تو یکی یتیم هستی، تو یکی نخونده میتوان نوشته نمیتونی، تو آمدی دین ما را کن کفر میگویی، پدر مادر ما را کافر و ضال و مضل، علماهای ما را مشرک میگویی. گفته پیامبر تعالی میز نه اومدی از کجا اومدی؟ گفت این طعنه
شیطانی در همه دور زمان بود. این یک طعنه وسوسه شیطان است. نو آمدی تو آدم های کهنه رو، آدم های 4 سال و 5 سال و 10 سال و 20 سال و 30 سال دعوت کرده رو حکم میکنی. من به حاجی میرزا یا ایشانش یا دیگر از مولوی و این دیگر صوفی هایی که هست اصلا یگان شخصیتا از اینها یگان چیزی رو ندیدم. چیزی شخصی بین من بین اونها چیزی یگان تجارتی بدبینی باشد، بین هم دیگر یگان پول مال و کشمکشی باشد، نه این چنین چیزی در بین ما نیست. ما کاری که اونها کردن همیشه گفتم من باب عدل که بله حاجی میرزا مردم از عرق نوشیدن و از کارهای بد یک قسم نصیحت کرد، خودش پیشوای دین کرد، لیکن بدترین عمل به بالای این مردم تاجیک انجام داد که عقیده قرآن را، عقیده سنت را انکار کرد، مردم را دشمن قرآن و سنت کرد. به مردم این فهمانید که دین ما فقط دینی هست که با آداب باش، با اخلاق باش. رسیه را آداب و اخلاق چی است؟ غلامی، یعنی غلام باش. رسیه رفتی کفر کن، شرک کن، لیکن کار کن، پول بیار در تاجیکستان سرت خم کن، زندگی کن، نماز نخوانی هم، کفر کنی هم، شرک کنی هم، دشمن الله رسول باشی هم، لشکری طاغوت باشی و ضد مسلمان جنگی، تو مسلمان تو بهترین. اما تو مسلمان نباش. حاجی درست میگه، همین ایشانش میگه، همین صوفیا میگه که تو مسلمان نباش، یعنی الله در بالای عرش نه، تو یک تا پرستی و توحید ناموز، کفر به طاغوت ناموز میگه. این دشمن سرسختترین دین است. همین ملاهای که خودت نمبر کرد اینا گمراه است، قبوری است. اگر اینها رو اومده من یک طالب علمی که شناختم فهمیدم به دلیل قرآن و سنت در اساس علم رد نزنم، کی رد میزنم؟ اگر من ساکت بمانم، تو آموخته یک نفر دیگر ساکت بمانی، پس چی کسی میتواند که حق را بیان بکند؟ همین است که وقتی که اهل حق در بیان کردن حق خاموش ایستادند، در بیان کردن و رد و بدل این مشرکین خاموش ایستادند، این گمراه ها فکر کردند که حق است. یعنی اهل حق وقتی که اهل باطل رد نزدند، اهل باطل گمان کردند که اینها حق است. به من فرق ندارد که تا روزی که من آمدم کی به اینها رد زد، آیا مثل من آدم بود یا نبود، این برای من مهم نیست. برای من مهم این است که من مسلمان هستم، طالب علم هستم، قرآن و سنت را با فهم سلف این امت خواندم و فهمیدم که من وظیفه دارم، فهمیدم که وظیفه من بزرگ است و فهمیدم که این وظیفه را به من الله و رسولش گذاشته. ما میراثخواران انبیا هستیم. انبیا دعوتشون به چی بود؟ به سوی توحید بود و مبارزه به کفر شرک می بردن و به مردم کفر به طاغوت را تعلیم می دادن و براءت از کفار و مشرکین را تعلیم می دادن، موالات به مسلمین را تعلیم می دادن و ضالها را، گمراه ها را، مشرکین را انکار میکرد. همین وظیفه من است. من 1 سال آمدم، نیم سال آمدم، امروز آمدم، فرق نداره. مهم این است که من وظیفه خودم را به قدر استطاعتم انجام داده است. همین است، این وظیفه من است، این مسئولیت من است. کسی میخواهد بخواهد، نمیخواهد نخواهد. ما به رضایت کسی کار نمیکنیم، ما تنها رضایت الله میخواهیم. کسی راضی است از کار ما راضی شود، کسی راضی نیست خاک به چهرهش. یگان باک ندارد، رضایت کسی رو انتظار هم نیست و ما در اساس قرآن سنت عمل میکنیم. بله بفرما اگر یگان چیزی دیگر گفتنی باشه.